سلام، صبح بخیر. من مامانم هر روز صبح بیدار میشیم. روتینمون این شکلیه. بعد بیدار شدم باید بودوام برم تو تراس و محله رو چک کنم. بعدم غذامو میخورم و بعد از غذا خوردن خودم میریم که برای مامان یه قهوه درست کنیم. هرچی هم میشینم جلوش که تو رو خدا این شک نباش، بیا یه ذره از اون قهوه به منم بدی بخورم. متاسفانه انقدر خسیس بازی در میاره نمیده بخورم. هی میگه نه، از اون نمکمای آدمی زادی که اصلا خوشم نمیاد. همه قهوه رو خودش میخوره. هرچی هم چیشاما لوش میکنم فایده نداره. بگذاریم قهوهشو خورده انرژی گرفته، باید تخلیهش کنم. پس بزن بریم بازی کنیم. بعد بازی هم برم جلو در. خداحافظ مامان. سلام، صبح بخیر. من مامانم هر روز صبح بیدار میشیم. روتینمون این شکلیه. بعد بیدار شدم باید بودوام برم